به کانال داستان‌های عجیب شبانگاه خوشم دید. امیدوارم این داستان کمک کوچیکی برای ادامه راهتون باشه. موسی مندلسون موزس میندلسن انسانی زشت و عجیب الخلقه بود. قدی بسیار کوتاه و قوزی بدشکل بر پشت داشت. موسی روزی در هامبورگ با تاجری آشنا شد که دختری بسیار زیبا و دوست داشتنی داشت. موسی در کمال ناامیدی عاشق آن دختر شد، ولی دختر جوان از ظاهر و هیکل از شکل او منزجر بود. زمانی که قرار شد موسی به شهر خود بازگردد، آخرین شجاعتش را به کار گرفت تا به اتاق دختر برود و از آخرین فرصت برای گفتگو با او استفاده کند. دختر حقیقتاً از زیبایی به فرشته‌ها شباهت داشت، ولی ابداً به او نگاه نکرد و قلب موسی از اندوه به درد آمد. موسی پس از آنکه تلاش فراوان کرد تا صحبت کند، با شرمساری پرسید: آیا می‌دانید که عقد ازدواج انسان‌ها در آسمان بسته می‌شود؟ دختر در حالی که هنوز به کف اتاق نگاه می‌کرد گفت: بله، شما چه عقیده‌ای دارید؟ من معتقدم که خداوند در لحظه تولد هر پسری مقرر می‌کند که او با کدام دختر ازدواج کند. هنگامی که من به دنیا آمدم، عروس آینده‌ام را به من نشان دادند و خداوند به من گفت: همسر تو گوشپشت خواهد بود. درست همانجا و همان موقع من از ته دل فریاد برآوردم و گفتم: اوه خداوندا، گوشپشت بودن برای یک زن فاجعه است. لطفاً آن قوز را به من بده و هر چی زیبایی است به او عطا کن. دختر سرش را بلند کرد و خیره به او نگریست و از تصور چنین واقعه‌ای بر خود لرزید. او سالهای سال همسر فداکار موسی مندلسون بود. نتیجه اخلاقی: دخترها از گوش عاشق میشوند و پسرها از چشم. ممنون که همراه من بودید. برای شنیدن داستانهای بیشتر کانال رو ثابت کرایه کنید و از گول بزنید تا از پست بعد با خبر شوید.